اینجا می آیند. چه خیلی برایم؟ مرده است. ممدو از این طرف بیا. مرده است. نیازی آمده اینجا رو تفتیش کند. پولها حالا همینجا. قاتل پولهای حرام را نگرفته است سردار. ممکن نیتش دیگر بوده است. پس چرا اینقدر پول کلان را نگرفته است؟ آن اینش نمی رسید. کار را بلا زد. شرمنده‌وار به دست می افتیم. با من بیا. اگر یافتی رستی، اگر نیافتی مردی. کشا که نباشد زیر تیر میمانی. ای خیریت. بالا برا نیازی. با این شکمت به زور میبرایی. خدایا اگر مرا به دریا پرتایند هم من از آنجا خوش میبرایم. سردار ما رو جغ زدید؟ نیازی همه جا رو ببین. ایزی انگشت، موی سر. خلاصه همه جا رو ببین. برایم چیزی یاب. اطاعت سردار. ممدو تا هم رفته از نزدیک ببین. سیستم ثبت نوار دارن. زود رفته اون رو ببین. دیر نشده این قاطع رو دستگیر کنیم. اطاعت سردارم. ولکان رفته یک ببین. اتاق ثبت کجا است؟ سرکمیسر اتاق ثبت در همین جا. کدامش؟ فکر میکنم یا این یا آنوایش. این محکم کو؟ نه بعد روز جغ زنم سرکمیسر. نه لازم نیست. زودتر باش. چرا اینقدر آهسته ای؟ چه گپ شد؟ این چه هوا؟ ممدو اینجا خالی. دیگرش رو بینیم. تو نزدی سردارمون رو. این رو من حل میکنم. اطاعت سرکمیسر. همینجا بوده است. این چی گپ خودش؟ همه ثبت تازه کرده شدگی؟
خدا. چی خودش؟ هیچ چیز نمیفهم. ببخش من دستم. من گفته بودم که این دست اگر تو را زند کنده میپرتایم، اما با سلاح. ببخش که من علاج دیگر نداشتم. انا همین خیلی گید. تو آدمی بزرگی، آدمی بزرگ. در اینجا سردارم. ممدو کجا شدی؟ ممدو؟ ممدو؟ ممدو خوب هستی؟ سرم. سردار کسی از پشت به سرم زد. خدا درو چه حس میکنی؟ خوبم. قاتل در همینجا بوده است. تا آمدن من سمت او را توزه کرده است. دیر کردیم. در نبودن ما بر وقت فرار کرده است. لیکن جستجو را دوام میدیم. یکان دلیلی باید به دست اطاعت آوریم. سردارم. ممدو تو هم خیزه کن. همه را با هم آمیخته کردی. خودت را کی گمان کردی؟ ریمبو در روزی روشن زده در آمدی. آقای سایه این کار دیگر شب و روز ندارد. چی باید میکردم بگو. خونده های معیوب را نگرفته میموندم. تو این ماشین را گرفته از اینجا دور شو. من ماشین تو را گرفته میآورم. در نزدیکی است؟ کمی دورتر از شرکت. در توقف وا میخوریم. تلفن را بردار آخر. بردار آخر. روحی باید با سردار صحبت کنم. یک لحظه. مرحمت سردار. در را گوش میکنم زرد. سردارم مسئله عاجل است. من پول را نگرفتم. امروز پیرات با ضبط کوریا سیاسی قضایی پلیس دیگری رو هم زخمی کردند و برای یافتن پلیس اما گروه پلیس و البته نمیابید که ایها دومش را خورده کرده است. کشته شدند؟ بله. همه‌شون از پیمان شدند. از خانه برآمدم تعقیبم کردند. مطمئنی؟ لیکن این خبری خوب نیست. مطمئنم که من موفق شدم. اکنون چه کار کنم؟ حاضر تو با حمام رو و شستشوی کن. از تو بوی بد می آید. سر و تنت ناپاک. لباسات را هم نیست کن. مرا فهمیدی؟ فهمیدم سردار. لباس های شما چی؟ به اینجا تنها مرده های آنها می درآیند. پروا نکن. گفته های مرا کن.
پلیس ها از کجا پیدا شدند؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ یک چاره هست. لبیکه؟ مرا خوب گوش کن. لبیکه؟ در اتاق خواب تو کیف من بود. همان را با من بیار. بخیر است که یگون واقعه روی داد. هرچی گویم همان را کن. کیف را به میدان باغچه بیار. آنجا به تو نزدیک است. پیاده بیا. فهمیدی؟ به میدان فینر باغچه؟ بله بله. از تریزه نگاه کن. کودک بودک هست؟ کسی نیست. تو خوب هستی؟ خوبم. تنها از عقبم یک چند کودک بستند. مسئله آنها را حل میکنم. در میدان انتظارم. میلش. بینندگان محترم، الحال ما در نزد بینایی که فیراد در آنجا به قتل رسیده است قرار داریم. فیراد در همین بینایی که میبینید، در بینای باز هولدینگ در اتاق خودش کشته شده است. آید این شخص در دست حجت موجود هست؟ در کار انشاءات بوده است اما آدمی به باوری نبوده است. با گروه های تروریستی رابطه داشته است. بچه های گروه ضد تروریستان گفتند. سردارم در این جلسه مسئله زمین رفته بود. خیر. یک معیوبه بوده است که از زمین فیراد برآمدن نمیخواسته است. فیراد از جنید زرد کمک طلب کرده بود. بله سرکمیسر، امروز کشته شده است. مگو این را. خدا رحمت کند. نامردها کارشون را باز کردند. نفری که فیرات را به قتل رسانیده است از آن معیوب قصاص گرفته است. مقصدش پول نبوده است. برای همین پول را نگرفته است. یعنی گفتن است که با پول افلاس کاری ندارد. سردارم، جنایتکار با این ورم سر من ارتباط دارد. با علیه معیوب یک صحبت کنیم. ممکن یگان چیز گوید. از مقامات امنیت تا حال در مورد این حادثه شرح نامده است. الحال گروهی تفتیشاتی در بنا تفتیشات گذرانده ایستادند. پلیس چیزی به دست نآورده است. کسی که این کار را به فیراد کرده است یافته و کشتن آن قرضمان است. دیروز مجلس شده بود. گفت که جنید زرد 2 میلیون دلار خواسته است بر عوض ثبتی که در دست دارد. معلوم شد که تهدید کردند. کدام ثبت کدام نوار؟ اکا با فکرم ثبت‌های و خوری‌های ما هست. دیگر چی بودنش ممکن؟ معلوم می شود که مبلغی کلان به دست آنها می افتد. اکا باز مسئله زمین بود. برای این از آنها یاری طلب کرده بود. این سبب کشتن فیراد نمی شود. به فکرم شخص دیگری هم دست دارد. کسی که نباشد. گوش کنید، این آدم را یافته نزد من میارید. وگرنه قسم میخورم که همتان را میشینانم. زنهایتان را از دستتان میگیرم. در پیش چشمتان فرزندهایتان را میکشم. این آدم را میابید. فهم آقا، خواهش میکنم عصبی نشوید. پروا نکنید، حل میکنیم.
сардорам хоҳари ҷунояди зард ҳозир аз хона берун шуд. фаҳмо таъқибаш кунед. аммо намедонам ба куҷо меравад. мо медонем хотирҷам бошед. каме пештар бо хоҳараш суҳбат телефонӣ кард. дар майдони фейербоғ шаво мехӯранд. мемдо зуд меравем. хоҳари ҷунаyd аз хона баромадааст? баромадааст. вақти зиёд надорем, зудтар бош. сардорам, ман гурӯҳи фавриро ҷиғ мезанам. гир инро. این وطن با تو فخر میکند. شیر بچه ای من. قسم میخورم که به مثل تو جسور و به مثل تو چشم ناترسی ندیدم. دیروز آهنگ گپت دیگر بود. مرا ریمبو میگفتی. برای تو ترسیدم، مرا فهم. این وطن احتیاج به تو بر اینها دارد. تو یگانه نفری هستی که قصاص معیوبان را میگیری. صبر کن، حالا چیزی ندیده ای. همه ای کار در پیش است. مرا انتظار میشدی. یک جای میرفتیم، یک جای قصاصی بربراس را میگرفتیم. کاش که می آمدم، من هم دو تیر به سرش خالی میکردم. اویله بربراس چه حال دارند؟ چه خیل باشند. زن و فرزند پریشانند، گرسنه و تشنه ماندند. صد افسوس که قدر این گونه شخصان پس از برداشتن جنازهشان به یاد میرسد. اگر که با ثبت ها باشند، بعدا کسی نه یاد میکند و نه میپرسد. کی نگاه میکند آنها را؟ کی یک لقمه نان میدهد؟ ما خودمان میدهیم. فردا یا پس فردا خانهشان را از دستش گیرند چی؟ هر دویشان در بدر میگردند، در بدر میگردند و از دستمان کاری نمی آید. یا کشتن فیرت را معلوم کنند چی؟ بگذار فهمند. بگذار فهمند. کسی که از آنها می ترسد کشته می شود. سایه به پیش دو رازن سرخم کنیم. آن زن و کودکی یتیم بر ما امانت است. جان می دهیم و اما هیچگاه آنها را نمی پرتاییم. و مثل آنها هزارها هست یگید. بگذار 100,000 باشد، میلیون نباشد، چی فرقی دارد؟ چی فرقی دارد؟ لازم باشد ما به همشان میرسیم. سایه چیکار کنیم؟ این قرض وجدان ماست. با همین سری تنهایمان. сардорам таъқиб дорем. он зан ба тарафи майдони финелбохча рафта истодааст. вазъият ҳоло чӣ гуна аст? мо то пеши майдон омадем, интизорем. میخواهی دانی که چقدریم؟ سری تنهایم آخر. خیر فرض کردیم که من نام و نسب آنها را یافتم، عکس‌هایشان را به تو دادم، تو رفته آنها را حل کردی. پس چی؟ از کجا دانیم که نفر عکس تو را به دیگری نمیدهد؟ از گنجش ترسی ارزان مکار میگویند. اگر این خیل ترسان و لرزان شویم، ایمان و وجدانمان را یک طرف مانیم و به همه این رذالت چشم پوشیم، پس چی میشود؟ سخنهای به معنی مگو یگید. من درباره چیزی نگفتم. ممکن؟ چی ممکن؟ به من بگو چی ممکن؟ ممکن مثل ما دیگران نباشند. چی خیر؟ در این راه های تنگ و تاریک تنها رفته نمی شود یگید. همه جا پر از گرگ و شغال است. سایه، یک شیر از 100 گرگ بالاتر است. سایه، اگر ترسی نزد همسرت رو. یگید، آنها بسیارند میگویم. آنها بیرحمند. به مثل ما بسیار کسان هستند قلبشان برای محبت وطن میتپد.
рафта онҳоро ёбем. چی؟ آنها را یافته ارتش میسازیم؟ ارتش نو میسازیم؟ лозим шавад бале. чаро насозем? در این کشور صدها نفری هست که برای تو بر این راهبر جانش را فدا می کند. به کسی حسابات نداده کارهایمان را خودمان حل می کنیم. ба мисли худ ҳамсафар бояд ёфт. одамҳои ҷасур, нотарс, мисли ту, мисли ман, ошиқони ватан. одамоне ки аз ҷонашон гузашта барои мурдан омодаанд. از کجا میابیم؟ به روزنامه ها اعلان دهیم؟ هر شخصی که به دستش سلاح داشته باشد میتواند به ما مراجعت کند میگوییم؟ همینطور میکنیم. агар ту розӣ бошӣ ман рафиқони деринамро даъват кунам. дар вақташ дар кӯҳҳо кам ҷанг накардаем. онҳо одамони калонанд. ҷонашонро дариғ намедоранд. ҳамаашон ошиқони ватананд. ҷоя шояд роҳ нишон медиҳанд, ҷоя шояд ҳамроҳ мешаванд. کی مثلا؟ ман як калон дорам. номаш пика аст. пикаси калон. одами ҷиддӣ аст. одамро намефурӯшад. барои сармашқи кор номи хуб аст. шояд гапзанон кунем. инсон куҷо шуд? оё фаҳмида бошад? зан омад. ӯро мебинам. мемду ҳамаатон бо диққат бошед. سیدی ها رو آوردی؟ آوردم. اکا چی شد؟ چی شدنش رو نمیدانم. از که اینجونی؟ نمیدانم گفتم کو. سیدی ها کجاست؟ اینجا در زیر کودک. مسئله حل شد. میرویم. همه احتیاط کنند. نگذارید که گرخته تواند. ایست پلیس از جای ایست پلیس سلاحت را پرتو. ایستد. سلاحت را پرتو. میپرانم. ایستد. پرتو سلاحت را. میپرانم. اکا چیکار میکنی؟ میپرانم. اکا ایست. نزدیک نشوید. بچه ها آروم باشید. اکا تو چیکار کرده ایستاده؟ نزدیک نشوید. اکا میپرانم. کودکم رو ده. با کودکم نرا چیکار میکنی؟ دیوانه شدی. کودکم رو ده. نزدیک نشوید. کودک را میپرانم. نزدیک نشوید. اکا التماس کودکم نزدیک رو ده. نشوید. کودک را میپرانم. خواهش میکنم کودکم رو ده. میپرانم. نزدیک نشوید. دور استد. دیوانه شدی مگه؟ میپرانم کودک را. دور استد. دور استد. التجا میکنم. تسلیم شو. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید میگویم. نزدیک نشوید. کودک را میکشم. نزدیک نشوید. دور استد. ای حیوان. دور استد. او آخر کودک است. او را سر ده. با خوبی تسلیم شو. یک موجه گریخته نمیتوانی. سلاحتان را به زمین گذارید وگرنه کودک را میکشم. مانید. مالش آرام باش. بچه ها بپرتوید. زود مانید. ای تو کنی سلاح ها را زود با کیف انداز. تیز سلاحتون را پرتوید. یاری ده. التماس میکنم. خواهش میکنم. مالش آرام باش. یاری ده. زود. التماس. شو آرام باش. التماس بچه هم رو خلاص شو کنه. تیزتر. آرام باش.
خانم یاری ده خانم شوید خواهیش میکنم کفرا ده نزدیک نشوید کودک را میپرانم دور استه التماس بچم را با من ده حقا خواهیش میکنم یاری ده آرام شوید خانم التجا میکنم ای تو فرا از ماشین مایل شکر تز التماس میکنم بچه ها. بچم رو ده خواهیش میکنم بچم را با من ده حقا نزدیک نشوید میپرانم دور استه التماس یاری ده چیز دور داره استه میپرانم بچم رو خلاص کنه میگریزم چیز داده یاری ده دختر یاری ده اکا جیانش رو بسیار دوست می‌داشت است البته نمیخواد جدا شود چیز داده خلاص کنید پسرم رو گره شد شما خواهید نشوید التماس آرام باشید سردارم کجا شد هاکان سردار کجاست نمیدونم کجا را چی خیلی نمیدونی هاکان زودی تاکسی بیار زودتر خاموش شو دمت گیر حاضر از رزم پرتای من خفشین خیلیت که کسی از پس من نیست خلاص شده قریب که دستگیر نشده باز از کجا برآمدی؟ مادامی که مردن خاکی به من فرقی ندارد حاضر میبینی زنی باشا پریده میروی آخر کجا شد آنها کجایند هاکان با تلفن با دیگران خبر ده سرکمیسر جنید تلفن ها رو گرفت مرحمت اگه تلفن ما رو گرفت تشکر الو نیازی من میمدو ماشینی بارکش رو با رقم 34 میکوبیم در طرف فنرباغچه گم کردیم کارمندان آن طرف را آگاه کن فهمیدی من مایل سرکمیسر من هم میکوبم معلوماتی پیدا شود خبر میدهم گفتم که مرده میروی بین اما که پلیست پریده رفت دیگر کسی نماند تو نافتیدی مگر؟ مرا ببخش کمی اکراه هستم حاضر آهستکک در طرف راست مرد نشانه را گیران کن یکی یک باره در میان را نیست درا کشو از ماشین فرا چیکار کردم؟ گناه هم چیست؟ کمربندت را نبسته ای با سرعت بلند ماشین را کردی جان مردم را به خطر گذاشتی تو را میفهمی یا نمیفهمی شهروندان جوان را ناراحت کردی مرحمت گذارید تو چه ها میگویی؟ فرا از ماشین فرا
تو سخن خوب را نمیفهمیده ای؟ فرا کنه این تارا گذار اهمیت داده باشی نقشه تبادلات را نگفتم وگرنه گناه اساسی پرونده‌ات همین است چیه مگر خنده آور است؟ خیر یادداشت‌هایت را ورق می نویسی و یا نقل می کنی معلوم می شود که حیات من از حیات این کودک مهمتر است. کودک در جای باورناک است پروا نکن او برای راندن ماشین حالا حجت نگرفته است. چی گفتن میخوایی؟ بعد تو باید نگاه کن. یه ناموسی احمق خدایا شکر بیاندازه تو را سردارم خوب هستید؟ خوبم زرد کجاست؟ گره لیکن کودک وسبت ها را به دست آوردیم باینش هم شکر حاخان از درون سومکه سیلا و تلفن ها رو گیر کودک رو به مادرش رسون فهمو سرکمیسر نامردی بوجدان انسان مگر کودک میده رو به همین کار روا میبیند البته که او انسان نیست ها اوچا شما میدونید که شروع اماسیا کی تشکیل شده است؟ سال گذشته. الپرین تو چیزی رو که نمیدونی گپ نزن. بچم تو فکری اپات رو پریشان نکن. اوچا هیچ به یادم آوردن نمیتونم. 21 ایونی سال 1919. الپرین حاضرم این کتاب رو به سرت میزنم. مبادا جنجال نکنید. ای خدای تبارک. وای رانا خانم خودش چیگر؟ اینجا چی سیری هست؟ اپا تو دختری هستی که میتوانی ستاره سال شوی. دخترم این چه خیلی گپ هست؟ این گونه گپ ها رو باری اول میشنوم. سلامت باشید برای توجهتون تشکر. بخیر است. توی نکاح یا یگان گپی دیگر است؟ نه اپا جان تنها با میمدو خوری میرویم. همش معلوم شد. تنها با تنها خوراکیشان و شانها. خدای توبه. درددن نه الپرین جان مالیکا بویگیت می شود و من با میمدو مقصدمون آنها رو آشتی کنونیدن است نه درست نفهمید التماس به خدا که خیلی خوب می شود انشالله آشتی میکنند در اصل من هم با نجیب گپ زنم میبینی که یخ آب می شود انشالله اپا جان خیر من میروم کاری خیر رو زودتر باید انجام داد خیر اپا رانو لبای نوربانو شروع اماسیا کی تشکیل شده است میدونید؟ شروع اماسیا 21 یونی سال 1919 خیر تو بازدید شکری خدا که بچه من دانا بوده است این الپرین اینشتین است الپرین اینشتین اوچا تعریف نکنید تخمینا راست گفت این طرف با طرف من بردو این سو بردو میگم این سو بردو با طرف من با طرف من بله با طرف من بایگی درباره پیکاس نقل کردم خیلی خوب لیکن قبول میکرده باشد حالا نمیدونم 60 رو پارتافتیم همین که دون رو خورد دیگر برگشت ندارد یگان خطاگی نمیخواهم در نهایت کاریگیت است نفری که با کله خود کار میکند در خونش آسیگی هست اگر لازم شود ما به طوری عصبش ناخود میزنیم همین که به غضب آمد کار آسان میشود شیطان این گونه آدمان رو در همین حالت به دام خود میگیرد
سلام رنا جان. فهمیدم. یگیت مرا میارد. تو بازدید. دختری بالای ملکه جاسوسی خوفناک اتینا. انشالله نقشه را آمیخته نمیکنی. حتی من بازم برای فرق کردنش عذاب میکشم. من مثل تو نیستم. از بهونری خودت بسوز. شب بخیر. ملکه خیلی زیبا شده ای. میدونم. برای افشای این کمی وقت لازم است. از دست دادن جنایت کاری خوب نشد. آقای دادستان، در ماشین یک کودک میده بود. مرا درستم. تو را گناهکار نمی کنم. تو وظیفت را اجرا کردی. این آدم در روسیه یک شرکتی مشترک دارد. فکر میکنم که حاضر از پای بستن صورت حسابها است. امشب من یک دو رفیقم را میپرسم. کنی بینیم یک چه پیدا میشود. آن طرفش را پگاه میبینیم. خیر جنابان. شب بخیر آقای دادستان. بیا با هم میرویم. آقای نجیب. اوه چقدر زیبا شده رانو خانم. تشکر. چه حال داری ممدوک؟ امروز کمی خسته شده است. و خدا ممدوک جواب ده آخر. بسیار هم بازم. چی گپ شده است؟ آمدیم آخرین دیسگاه. حالا هم خوابی. ما آمدیم که تو رو بیدار کنیم. آقای نجیب این کس خوبم؟ چرا در جیاشون شخ شده موندن؟ خوبم ای خدا. چی شد؟ چرا آمدی تو؟ خوری میرویم. چه تکلیف خوب. رفته در لبی برمایی میخورید. با جای من هم خورد. امروز مانده شدم خانه میروم. بسیار ناز نکن. سردارم باید یگان چیز بگویید. اجابت دعوت در ما مهم است. مثل فرض است. یعنی فرض را باید رعایت کرد. فهموده توانستم؟ من در همین حیات دو چیز را دوست نمیدارم. چی بوده است؟ یکم را مجبور به کاری کند و دویم اون از طرف زنی اگر شود. خدای توبه. شنیدید سردارم چی میگوید؟ این کاری خیر است. کنی پیش درو. چه خیل کاری خیر. شاید او میخواهد با او آیله دار شوم. نه من هم از چارچوبه برآمدم. لیکن این رانو از آدم رو میتواند دزدیده به کوه برد. چی کار باید کرد؟ لیکن تو هم ناز کردی. آمدم نخواهی نیو. شد ایست. با تو ناز کرده میشود مگر؟ نازی بسیار عشق رو میکهاند. کنی اکنون پیش درو. میرویم. شب بخیر سردارم. شب بخیر. شب بخیر سردارم. شب بخیر. توبه. ما در چی خیال؟ فلک باشد در چی خیال؟ از کجا بر آمد این مسئله شام خوری؟ به دشوار دنیا داریم لیکن در اینجا ریشه دوانده ملکه. کجا شدی آخر ملکه؟ این زنها آدم را بیکار میکشند. یک لحظه میگویند و آرا و تارا و لباس پوشیشان 1 سال طول میکشد. جان تو مگر خواب میبینی؟
یا شاید سرا باشد. سلام خیلی انتظار شدی نه برعکس انتظاری خوب است. من هم حاضر آمدم. لیکن بسیار زیبا شد. نه خود راست پیشتر میگفتی ما هم شکلمان را کمی موافق میکنندیم. آدمان چی میگویند؟ دختر را بینو بچه در برش بوده را. تو در اصل خودت رو به چشم من نگر با همه نمودت زیبایی نخواد راست میگویی؟ این مسئله شامخوری از کجا پیدا شد؟ خواستم یک دیگرگونی کنیم لیکن اگر نخواهی میلش نمیره. نه چرا؟ میرویم حتما میرویم. اینقدر تیاری دیده. مرحمت کنید خانم. خیر با کجا میرویم؟ با کجایی که خواهی. مرسی. مرسی؟ آخر آنجا خیلی دور است. اگر پیشکی میگفتی یکان جایی نزدیکتر میافتیم. باز همین شوخی های بی‌معنیت رو کردی. خب شد. خودم رو اداره کردن نمیتونم. چیکار کنم؟ مرحمت. خیر این خوراک چی معنی و چه اهمیتی دارد؟ کمی دیگر صبر کن. خوش آمدید بفرمایید. خوش باشید. شما هم بفرمایید. ما کمی نظر کنیم بعداً چیزی انتخاب کرده همون رو میفرمایید. ببخشید من یک خوریش میگیرم درونش بودرینگ نمکی نمونید. روغن زیتون دارید؟ بفرمایید خانم. خیلی خوب کمی روغن زیتون اضافه کنید. درون سبزی نباشد اما با جای اون کمی یعنی خیلی کم ترشی انار گذارید. کمی ترب میده کنید. کمی دیگر بروکلی لیکن سیرکو کلان استفاده نبرید. با جای اون لیمو گذارید. در طبق گرده گذاشتنی باشد نگذارید. یکون طبق عادی باشد. نمک نکنید. من خودم با خودم نمک میکنم. مایلش خوب شده است. خدایا این زنها اینقدر نازکی ها را کی از خود میکنند؟ معلوم میشود که زیبا رو هم کارش زیباست. اینجا هم زیبا بوده است. خوب که آمدیم. الان آمدند. رانا اینها از کجا پیدا شدند؟ هیچ گپ نه. دوستی چند سالت؟ شما ماند من میروم. ایستگید ایستو به خاطر من جنجال نکن. بیا رفتیم التماس ما آمدیم. خوش آمدید. این رفیق کیست؟ ممدو. رانا خانم اگر رفیق شما را ناراحت کرده باشم من میتوانم روم. نه شینید او کمی خسته شده است برای همین. خاموش باش رانا. در این خصوص بعد گپ میزنیم. بچه ها شما عیب رو میدونید؟ چند سال است که دوستانی جونی و جگری هستید مگر به شما میزیبد؟ آن را از جناب پرسان شوید. حجت را به دستمان داده ما را در نیمه را پرتافته رفت. یکیت گناه ندارد ممدو. جنابی سوهای رو تغییر کردن. به جای تو میبودی همین خیلی میکردی. دوستانی 40 ساله حاضر باشن یکدیگر رو چون دشمن میبینند. حیف است گناه است. وجدانتان شما را عذاب نمیدهد؟ وجدان من آرام است. تو هم خاموش است. دادم اومدند. خوش آمده دادا. خوش آمدی. شکر که راه خانه را یافته توانستی. والا هر روز بدتر شده ایستاده است. خبردارت کنم؟ گرسنه ای؟ از که این جانب باز در خانه میپرسند که من گرسنه هستم یا نه؟ من به شما در بیرون کی خوراک خورده بودم؟ بغیر از یک بار. آن هم به سرت بلا آورده بود. حاضر خوراک بالذت میارم. این مشکل بود دادا؟ یکم قصد دستگیر کردید؟ بچم چون همه روزه والله روزی دراز در اتاق نشستم مانده شدم.
شما در اتاق نشستید؟ همین خیل فقط از عقب ماشین بارکش کمی دویدیم و خلاص. این حادثه حساب نمی شود. این حادثه حساب نمی شود. رانا با ممدوح برای خوراکی شام رفتن. دیدم رانا با امنیت آمده بود. این آشتی یگید و ممدوح می شود. بچه ها دیدید؟ همین که غیبت سر شد مادرتان زنده می شود. من کی کسی رو غیبت کردم؟ البته من با جای آنها خرسند شدم. آشتی کردن ثواب است. نقشه عجایب. این کار شوخی نیست. قهر کردن و بال کلان است. پیغمبرمون از 3 روز زیاد قهر کردن رو منع کرده است. چرا اینقدر مهم بوده است؟ گوش کنید. هممون مسافریم. از دنیای گذران به دنیای باقی سفر میکنیم. خداوند خمیر ترش محبت هستیش را خلق کرده است. قهر کردن این محبت رو میکشد. شخصی که محبت رو میکشد به خطای بی آخر عذاب زیاد خواهد کشید. در مصرع میارند که مگر حیات همان قدر دراز است که آدم باید قهر کند. برای همین قهر کرده ها رو به حال خود نگذاشتن و آنها رو آشتی داراندن وظیفه هممون است. خوراک سوخت. من طعنه دنیا را خوردم برادر. دیگر چی خورم که اشتهامان بگر؟ ما بدتر میگوییم. تشکر. فهم خانم. گوش کن. گپ زن. از امنیت بر آمدی. با چی کار مشغول هستی نمیدونم. لیکن اگر یگان کاری نادرست کردنت رو فهمم از گریبانت میگیرم. دانستم. من این را چون تهدید به خود قبول میکنم. چه خیلی که خواهی همون خیل قبول کن. ما با اینجا برای آشتی کردنتون آمدیم. شما از چهارچوبه بر آمدید. ما را پشیمون کردید. حیف شما شرمنده ها. اگر در کار باشد در کجایی که خواهی گپ میزنیم. دستم از آنه که از سری دشمن کشته شوم افضلتر میدانم که از سری دوست بمیرم. به آرمان میروم. سخن آخرین من همین است. خوش باشید. یگید. من میروم. تو میایی همراهم؟ میایی میگویم. میآیم. روزی از کارهای کردت پشیمان میشوی. بعد دیر میشود. از ناکرده پشیمان شدن 1000 بار بهتر است که از کردنم پشیمان شوم. یگید ایستو. صبر کن. یگید ایستو. یگید صبر کن. یگید خواهش میکنم برگردی. آخر دوستی نزدیکترینت. گوش کن. تو بسیار بدیر مکن ملیکه. من چیکار کردنم را میدانم. از تو خواهش دارم. بگو هر چی خواهی میکنم. فاتی را از دست دایه بگیر و به خانه من را. من کمی کار دارم. چی کار داری؟ کاری ضرور. فهمو. من تو رو در خانه انتظار میشم. شد تا دیدن. اکنون کجا رفت؟ ندانم. کارم هست گفته رفت. انیق میدونم که کار کرده ایستاده است. لیکن تو هم با خیلی فشار میاری ممدو. معلوم که برای گناهکار کردن یگید بهانه میجویی. حیرانم این دوستی شما رو نفهمیده ایستادم. یگید رو خودم میدونم. مثل من کی او را میشناسد و دوست میدارد؟ گوید. فکر خوراکخوری هیچ به کار نآمد. یک دیدیم و خلاص. من دیگر کاری ندارم. چی دردی بینتون هست خودتون حل کنید. تو کلید ماشینت رو به من ده ممدوک. خیر شب بخیر. مالکه تو با من میروی؟ شب بخیر ممدو. یک دقیقه. من چیکار برای رفتن ماشین من میکنی. شب بخیر. جورا جان
تو هم مرا پرتافتی. آدمی که جستجویش داریم. راو گابزن. تو چی؟ من اینجا میمونم. پیکاس شمایید؟ بچه ها اکثر وقت مرا پیکاس پدر میگویند. میدانی برای چی؟ زیرا فرزندهایم زیاد است. بسیار یتیمان را میشناسم. پدری اکثرشان شهید شدند. نفری باید با آنها پدری کند. البته، ولی نمیدانم. گوکمن گفت که تو میخواهی به وطن خدمت کنی؟ درست گفته است. امروزها با مثل تو قهرمانهای جوان خیلی زیاد شدند. همین که آواز تیر را شنیدن زودتر میکنند. ولی من در حوض قهرمانی نیستم. گوکمن گفت که با تو یک دو کاری را انجام داده است. جسور بوده ای، چشمانت سیاه بوده است. لیکن کاری تو به مثل با سوزن کوه کندن را مانند است. مگر شما با کفلیز میکنید؟ هست اما تو چون راهبر رفتار میکنی. به من نگاه کنید آقای پیکاس. شما که هستید من نمیدانم. وطن دوستیتان را فهمیده به اینجا آمدم. تو از وطن دوستی چی میفهمی؟ هیچ چیز نمیفهمی. به دستت سلاح گرفته به طرف راست و چپ پراندن. هر روز به این کشور هزارها جاسوس میدرآیند و میبرآیند. پیش کردن 4-5 جنایتکار وطن دوستی نیست. عقل لازم است، قوه لازم است، مثل روباه زیرک بودن است. دشمنان ما از داخل بوده در بیرون بسیار است. مرا میفهمی؟ میفهمم. میفهمید است. با من کار کردن آسان نیست. کسی جای مکان و پیم را نمیداند. زن و فرزندم حتی نمیداند. به من باید اطاعت کرد. مرا ببخشید. این به خواست خودم نیست. راحت سفید بادو. خود به خود راحت را دوام ده. و جنازت گل روان میکنم. در اصل به چنین یک رو و سرسخت بودنت حیران نشدم. مثل پدرت هستی. ای ایست نگویم. چی شد؟ چی گفت؟ یگید گابزن چی گفت؟ گفت که به پدرم مانندم. با پدرت؟ این چه خیل می شود؟ بیا در ماشین شینیم کمی صحبت کنیم. تو رو من کمی تنها بودن میخواهم. الو؟ با فکرم میگی تکلیفت را قبول نکرد. اما نام پدرش را گرفتی گویا ماینه سرش تاب خورده است. میدانم که شکسته افتید. پروا نکن، درم را تق تق میکند. در این مسئله تجربه پایدارم. حاضر تو به سیری رابر زنگ زن و مسئله معیوب را دوام ده. خواطر نشوید. من الکی زنگ زدم. قریب به خانه رسیدند.
انشالله. است برای مهمان درو میبندن مگر شما کی هستید؟ حالم بس نیست شوهرم را کشتید. از من دیگر چی میخواهید؟ گرد این کودک را دخترم اینجا بیا. این کار را کجا میگویم؟ تلفن کجاست؟ چی میگویم کجا؟ دخترم با پلیس زنگ زن. با که یگیتت زنگ زن فهمیدی؟ با کجا میگریزی؟ تو میدانسته ای که اکای فیرت را کی کشته است؟ گپ زن. به شما هیچ چیز نمیگویم. زنت هم کشت هم نمیگویم. دخترت را کشیم چی؟ آن وقت هم چیزی نمیگویی؟ با من هر کاری میخواهید کنید ولی به اون نرسید. رفته یا بدون دختر را؟ اکایگی جواب ده خیر در کجایی؟ زودتر جواب ده. یکی تلفنت زنگ میزند. یکی باز خودت جواب ده. الو اکایگی التماس ما را نجات ده. باز آمدن. کی زنگ زد؟ رقم رو نادرست گرفتند. محرم رو میپرسند. خدایا مایلش. اکایگی کجا شده دخیر؟ با کجا زنگ زده ایستاده ای؟ اینجا بیا. فیرت را کی کشت؟ نترس دخترم نترس. های های های. این آدم نشانه شرف داشته است. رسمای قهرمانه؟ مگر من اینها را تیکه و پاره نمیکنم. هر دوی اینها را گرفت. تو رفت ماشین را بیار. ما را سر دهید. از ما چی میخوره؟ سر دهید. مرا سر ده ببیم. سر ده میگویم. سر ده ما را. سوار کنید. سر دهید ما را. سر دهید. رفت نزنید. با ماشین سوار شوید. دختر جان نزن. دختر جان گذر. چه خیلی که شنیدم خیریت نجات یافته ای؟ نمیدانم در کجا خطا کردم. آنها در دستشان دلیل های زیاد دارند. به زمین به غضب آمدند. اگر شما لازم دانید من پگاه بر وقت کشور را ترک کنم. فکر خوب کرده ای. مادری گریزه گریه نمی کند. یگان نقشه داری؟ یک چرخبال میگیرم و با یکی از کشتی های روسی بحر سیاه میشینم. با آبهای بین المللی که در آمدم خلاص. پلیس چی؟ حاضر در همه جا آدم ماندند. خواطر مباشید. برای آن هم نقشه کشیدم. شما مسئله چرخبال را حل کردید؟ حل میکنیم پروا نکن. حتی برای آنجا رفتنت پلی کلان میدیم. از تو جدا شدن برایم مشکل است. سردارم افسوس اما شرایط چنین شد.
در آن جایها خودت را احتیاط کن. لقمه تیاری وسایط اخبار نشو. در اینجا چه حادثه باشد؟ بچه ها اینجا چی گپ است؟ بخیر است؟ یک زن و دختر رو بودم. تو چی ها میگویی برادر؟ البته مطمئنم همسایه هم دیدن. با پلیس زنگ زدند اما کار رو بر وقت انجام دادن. کی کرده باشد؟ با خدا نمیدونم. تشکر. برادر با کجا؟ برادر این سابق سرکمیسر ما ندرود. سابق سرکمیسر این تنه را هم شنیدم. اکنون سابق سرکمیسر یگید جنایتکاران نمییابد مگر یافته با او حسابش را برابر نمی کند؟ نمی پرسد؟ چه خیل می پرسد؟ چه خیل؟ یگان معلومات نرسیده است؟ یگان کس به ذمه نگرفته است؟ هنوز یگان معلومات پیدا نکردیم. معیوب جنگ. اوه کی رو میبینم من در اینجا؟ باوری دارم که تو هم مثل من میدانی که در جای حادثه در آمدن بیگانگان من است. روحی مرا گوش کن. لبای محترم سردار. تلفن را بردار با رقم 155 زنگ زن. نفهمیدم سردار. با پلیس زنگ زن. دیگر چیزی نپرس. بگو که جنید زرد با چرخبال با روسیه میگریزد. 155 پلیس گوش میکند. یا خبر میدیم امروز جنید زرد با واسطه بحر سیاه با کشتی‌های روس و با چرخبال از این دیار میگریزد. چرخبال را تحت نظارت گیرید. ببخشید کی گپ میزند؟ درا حل شد. وقتت کم مانده است جنید. مسئله دیگر چی می شود؟ پول که گفتم عقلت بدراید ها؟ گیر. روحی تو از اینجا برو. در اینجا چی کاره داری؟ این کودک را از کجا میشناسی؟ میشناختم ولی اما دیگر چی علاج؟ دیروز این کودک کشته شد. عجایب کاره. صاحب این زمین هم کشته شده است. باوری دارم که تو از این کارها خبری نداری. این کودک یک معیوبی بود.
پیشتر میشناختم. یگان بار نگفته بودی؟ و فکرت زن و دخترش رو کی را بوده باشد؟ یگان دشمنی داشت؟ نه، نمیدانم. گفتم که یگان چیز نمیدانم. یگیت معلوم می شود که پیرد را صابی سرکمی سر کشته است. حاضر او به اینجا می آید. همین که آمد شما را پاره پاره کردن نزد سگان بپرتایم. یگیت صبر کن. بعضی گپا برایت دارم. من گپ ندارم. مرا گوش کن. سردارم مرا ببخشید. گوش کن. لبی یگیت گندوز تو هستی؟ بله، خلیب که یافته. حاضر صدا را گوش کن. خوب گوش کن. این ناله را در سینما هم نشونیده ای. انا با یگیتت گپ زد. اگه یگیت ما رو خلاص کنه، ما رو را بردن به دخترم یگان کار میکنن یاری. در کجایید؟ غم نخورید، آمده خلاص میکنم. نترسید، من میآیم. یگان ذره نترسید. میگویند که ناموسی زن و فرزند این مایو به تو امانت بوده است. اگر صاحبی نکنی عیب نمیشود مگر. گوش کن، تو در خصوص عیب دهن نکشا. قسم میخورم که سابق پلیس بسیار گم میزنی. ما باید حساب و کتاب فریاد را انجام دهیم. تو را 1 ساعت پس از نزد چشمزار نزدیک محله پایرز میگیرم. پروا نکن، من البته میآیم. سردارم من باید روم. تو با کجا رفتنی؟ با آدم بیکاری این چی سرکاری است؟ سردارم بعد صحبت میکنیم. از روزی که تلفن رو اختراع کردن روز راحت رو ندیدیم. لبیم دو. سردارم یک خبر گرفتیم. جنید زرد با چرخبال به خارجه میگریخته است. شما در کجایید؟ در سمندره، در نزدیکی ایستگاه چرخبال قرار گرفتیم. انتظار من شد، من میآیم. اگر این مراتب از دست هم بسیار چیز را تلف میدیم. پروا نکنید سردار، این مراتب از دست ما نمیگریزد. مالش مرا انتظار شوید. انتظار شاید زود میآیم. با خیر است سرکمیسر، خواطر می نموید؟ آخان یک فکر ناراحت هم دارد. چی باشد؟ شما اینجا ایستاده سردار رو انتظار شوید، من میآیم. مایلش. از ماشین فرایو، دستایت رو بردار زودتر. جسارتت میرسد ها؟ گوش کن، اگر خطایی کنی زن و کودک و تو هم میمیری. پشتت را گردان. یعنی خالی نامده ای؟ چه علاج؟ عادتم همین است. گیر این را، سرت را پوشان. گوش کن، اینش نمی شود. و گفتی تو خلاص می آمد. این یگیت است. کاری کرده سلامت از اینجا می براید. و فکرم امکان ندارد. می ایستیم با شرط میکنیم. و چی شرط کنیم؟ دیر باز میخواستم که صاحب ماگنومی 357 باشم. راضیم. رفتیم نباشد. مایلش. این مراتب کار در حقیقت وزنین است. گفته هایم را کن. خلط را به سرت کش وگرنه حالت بد می شود. هرچی خواهید کنید، ولی این را قبول ندارم. بیاید از بحر خلطه گذاریم. من از تاریکی میترسم، دلم میزند. چی گفتی؟ هیچ گپ نه، مهم نیست. مالش زنید و راضی هستم که کفن پوشانید.
لیکن خلطه نمی شود. التماس. احمق، ما را مسخره میکنی. به شما یک چیز گویم. نمیدانم چرا، اما دلم به شما می سوزد. آخان چیکار کردید؟ انتظاریم سردارم. امدو در کجاست؟ رفت سردار. با کجا؟ نمیدانم، چیزی شد و رفت. چرخمال به کار در آمد. منه جنید هم نمودار شد. شد میرویم. فرید، از ماشین فرید. اینجا چی گپ جنابم؟ شما کی هستید؟ ما رو ببخشید، خبری بردار رو گرفتیم. ببخشید. بله؟ روحی چی شد؟ بادام افتیدن؟ بله، بادام افتیدند. همه اش حل شد جنید. باقی کاری خودت بانده است. پلیس ها را هم دور کردیم. در روسیه استراحت خوب میکنی. خیر، با تو رای سفید. تشکر سردارم. برای همه کمک ها تشکر. من میروم. چرخبال تو حاضر می آید. همین که رسیدم خبر میدهم. ای کن رفتیم. وقتی آمدنش شد. ماشینه که یکی رو میارد نزدیک شده ایستاده است. مایلش من هم میآیم. قهرمان شما آمده ایستاده است. من نمیفهمم که آدم چرا اینقدر احمق می شود. همین خیل میشده است. بچه ها را گوید کندنی گوی را سر کنند. برای 3 نفر. مرحمت گذارید. سردارم آن آمده ایستاده است. چرا یگید با آنها نیست؟ سوی ما می آید. اینها چیکار میکنند ها؟ هر دو اینها مردند. یگید کجاست؟ کنی بینید. خیریت. فکر کردم که نمی آید.
حاضر از این کشور لعنتی خلاص میشوم. کجا شدی برادر؟ هوا کمی ابری بود، به زور اومدم. میلش بیا هر چه زودتر پرواز کنیم. من این رو به شما دیدم براحت تر رویم. تو که هستی؟ خلبانم. از دیشب بخوابی کشیدم و خودم رو چون خلبان حس میکنم. در اصل یک پلیس هستم. من دیوانه میشوم. این احمق با ما مسخره بازی دارد. شما ابله‌های کارناشایان بی سوادها چرا دیدن برابر او را نکشتید؟ چه آواز است؟ خودش چه گپ؟ سردارم این رو اینجا کس میکافت. گشت کن ابله، در این کشور اینقدر ماهی های رنگارنگ هست. گل ماهی هست، شیر ماهی هست، لیکن مردم فقط مار ماهی را دوست می دارند. مار ماهی را، مار ماهی با اطلاق را، مار ماهی را.